بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيضا محترم همزني وزما سيد الأيام عبد المساكين الجماعة در تقویم اسلامی دا بالصحافتم روزی ماهی انشالله شعبان سموش است. امروزنگ صحبت ما السبب از باعث نزدیک شدن ماهی مبارک ماهی رمضان انشالله در باره روزه بخشیده بشد. حدیث قدسی حدیث قدسی آن حدیث هایی که حضرت جبرائیل علیه السلام آمده پیغمبر خداوند از نام الله رساندگی به خودش انسان میشد. آیت هم حدیث قدسی هم با واسطه حضرت جبرائیل علیه السلام آمده پیغمبر خداوند فقط آیت این آیت قرآن مشتبه آمده حدیث قدسی این الله میخواهد الله دوست می‌دارد گفته جلو کرده میگفتند. یکی از همین حدیث قدسی اسلام میگن که الله گفته که حدیث قدسی الصوم لی و انا اجزی به. در مورد روزه گفته است الله روزه برای من میشود و مکافات روزه داره من میدهم میفرست. چون که دیگه عمل خونده ریا آدم دیدنش ممکن بگی جوهش میشد. احسان کنید زکات ادام هیچ نه گرانده انسان این آدم زکات داده گفته میگوید. دیگه کارهای خواه بودیت نه الله مبین بنده الله مشتگی می مبین بنده مشتگی نازه ها می نکه ها می همه شده انسان چشمش تعجب بدنش میکنه فلان چه بین فلان خیلی کار پرسان سفته. لیکن فقط الله روزدار انسان تا با زبانش من خودم روزه هم نگوده گلی دیگه انسان از چشمش پنهان کن میگه. برای همین مکافات روزه در زمین الله است. برای همین روزدار انسان داند که روز قیامت اندر الله به نسبت و انسان حقدار است. از الله و انسان میامدگی نیکی بدنش که انسان امید بشه. از الله میرسته که انسان با رحمت انده و انسان با نصیبش میشه است. برای همین روزدار انسان در نزد الله منزلش بلندتر سمشته است. پس انگو گفت زند اینا با گفت میبیده. برای همین بیرندم جوی که میزنید میشه که های مدک انسان ها خلقا نتیم. الله انسان با همه روزه نصیب نداری نمی با انسان از دیگه انسان ها مرتبهش بالاشتگیش و اشاره سمشته است. مرتبهش بالاشتگیش به سبب الله ما با انسان با همون کردهی کارش بیشه مکافتش ما میتیم حسابش به من گفتم بس نمی ایننده نسبتی دیگه ها حقداری برانتر سمشته است. خود عادی انسان هم مبینی همون بنده ها شدن فلان شد اگر اقام کل کننده گرید حسابش به من بوده گرید همون حسابش به من بودگی انسان هر انسان رو خیلی قبل باینده. روزدار انسان هم در رضا الله هم کمشده است. این مرتبهش بهتر سمشده است. برای همین الله روزه نصیب نده. میلش و انسان الله با بیماری امتحان پرساسنی یا که الله و انسان عادتا سفر انده نماز فرض 4 رکعت 2 رکعت خدا دگری روزه اختیاری میشه. یعنی روزه ماهش انده سفر انده راهنده برفتگی انسان روزه فرض باشد هم تحقیق کردنش نداشتنش و انسان به رهبر نمیگنه.
من شاید سفر نمی یکی یک میکن بیمار می یکی اون سبب شرعی کته و انسان وجود ندارد دگری همه انسان داند که از همین خیر نعمت الله مستثنا اگر انسان سالم شده چهار مچش بتون بده یک ماه کمتر کسب کردم گشنه نمیمونگی جانده و انسان بهانه کرده روی داشتنش و انسان حقیقتا از رحمت خدا حقیقتا از کرم خدا حقیقتا از نعمت خدا و انسان ببهره بدونش و اشاره ده ولی همین الله اولا همه رمضان و روزش و عبادتش و لایق کند درباره روزه قرآن یک حدیث مشهور است اصلا میگن که الصيام والقرآن يشفعان للعبد يقول الصائم يا ربي إني منعته الطعام والشهوة بالنهار فاشفيني به روز قیامت شود دلیل روز تسکیه قرار دیگارا همین بنده من اجرام میکنم یعنی روز تسکیه الله رای روزوان یک زبان میداده است بخصیه الله همین بنده یک تا حکمت قایم میگرم مفته خودش اطعام داشت بیخواه شده از شهواتش کن روزگی آیله و نزد کردن میکنه بدانش و همون حرمت خودش را از لذت و تعام ها کردگیش را حرمت رمضان کرده الله هم اذن ده همین انسان شفاعت کنه همین انسان جنتش نشده بوهاتی هم فته روزه بیفته دیگه باشه بینید اگر یک انسان شب از خواب رفتن قرآن من تلاش دگری قرآن خوانده شب خوابش کم شده دگری الله همون قرآن خواندگیش و زبان میدست میتست که اله پروردگارا همون بنده من گفته تلاوت قرآن میکنم گفته قرآن میشنم گفته مشقت کشیده خواند شنید همین شفاعت شمامته همین بنده من شفاعت کنم گفته از الله قرآن شفاعت پرسیدن شد گواهی نیک ما گواه شدن شد خطاها ما از خطاها ما الله بخشیدنش و میاندار بشده است این هم روزه و هم قرآن اگر جمع شد یک ماه رمضان انده یک ماه روزه داشته شب تراویح انده ختم قرآن شد چی دیمه یک سال ما دوتا گواهی کلانه فایده خودمو کسب کرده بشید الله هستند سیوم حدیث سر دل انسان خیره میکرده نسخه لیکن حقیقتا همین چیز حق رسول الله میگن که این حدیث امام بخاری در کتاب صحیح بخاری آورده من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه كلام إنسان قول الزور يعني سخن به سخن فاش هم دروغ وهو بدريغ هم الزور مانوش سخن نوتوري والعمل به وكرهي نوتوري كلام إنسان تكنه والجهل والجهلش تصرف تكنه دونك لا إنسان در نزد الله هیچی نصیبش نیست نه گشنموندگیش نه تشنموندگیش الله با یگان چیز در نزد الله و انسان با یگان چیز منفعت نمی‌آورد است اصلش انسان غضب کندم یک آدم حقارت کندم با جهل کندم روزش نمیشیند لیکن همون با جهل کده یک آدم به دروغ زده یک آدم با همین خیلی به آدابی کرده و از نشه رنجاندگی وقتا مانده همون روزا مقدی او تیپان گفتگی شفاعتی روزه یا
ما کسب نمیتونستیم. اون روز قیامت مویا طرف نیکمو باشن میتونست. برای همین روزدار آدم بازم سوخمونده کسری بیزه های همون بندگی بهانه کرده اصلا شما از وای مومن انسان خلاص شدگیش حلال کار. لیکن همون بندگی ما بهانه کرده ما با جهل شده ما یک انسان بچه رنجان دار اما روزه میشناسه لیکن روزه‌ای بیفایده میشناسه. اگر ما فرض ساخت میشه فقط فرض ساخت مونده است. لیکن ایوازی اون روزه و روز قیامت من نداشته بود گفتگی گواهی روزدار همون روزه نمیگشته الله می‌داند. هم خیلی حال با لشون میشیم هم خیلی حال شیمونه همون خیلی حال انده همون خدا ما اصلا بسیارتر یا همون دوستان ما برادر روزدار بیکار نکنید روزدار میفایده نشود خاطر نهکم روزی بگرید کمی بهتر نزنید خورد نکنید کمی دلو خداش روزه اولاد دستت بی روزه نم حلال نمید گفته رسانه میبرید شاید که همون دوستان ما همون برادر ما آنده همین خیلی علت دور شود. صنيع الإسلام يعني ما من عبد يصوم يوما في سبيل الله تعالى إلا باعد الله بذلك اليوم وجهه عن النار 70 خريفا. يعني يا بزر زمان هيكون حمو يا بزر زمان يا محمد بس ميرز مسلمين ور درباري باش نه يا روزاش اگر يا بزر زمان برای الله هوای روزه بزرگ یعنی او تمامی الهامون باشه نشید بشن نمیانم هیچی آزار نکنیم تبدیل دروغ نزنم آدم جهل نکرده خالص برای پروردگار همون روزا میاد صحبت کنستم نه حد خدا و نه حد بنهاش و ما دخل نکرده همون یک روزه ما روز قیامت مابین دوزخ 70 ساله دور میکرده است میاد. یعنی یک آدم یک روز داشته که 70 سال رفته یک منزل و رسیدن ممکن بلگی جوان مثل همین کم به خدا مابین مای دوزخ دور میشده است. اصلش بوی غلیظ دوزخ 70 ساله جو میبیده. حتی اینکه الله حرمت همون روزدار انسان کرده همین بندم بوشم حس نکنه همون بوشم تا محشر تا حساب این بندم عذاب نکرد گفته که الله از بوی همون غلیظ دوزخ الله میخواد داشته است. اگر یک روز باشه دیگه اگر 10 روز باشه نقول الله با کنه همه روزهامو در نزد الله از روزهای مقبول باشه. هر روزش و 70 سال دور باشه دیگه انشاءالله هیچ نه یک روزش خالص که متناسقیم هیچ نه یک روز دل انسان نمیراجع نگیم هیچ نه یک روز که بدرو نمیزدگیم هیچ نه یک روز جهل مویا لجو میزدگیم. اگر الله هوای به مویا لایق نداری خاصان شدن که الله مویا از بوی دوزخ نگه داشته است. موندگیش نقصان باشه دیگری شفاعتی نشود لاقل یوزد بیشتگیست همین با شفاعتی بسیار کردن با الله توفیق دهد. صانیگه نسنده اصلاح میگن که من فطر صائما كان له عتق رقبة مغفرة لذنبه. اصلاح که کدام انسان یک روزه داره یک روزه داره افطارش به ثواب شد همون یک روزه دار انسان افطارش به ثواب شد دیگری الله و انسان با یک قل آزاد کردگی یک و انسان با گناهاش مغفرت شده گفتگی یک گوهر الله و انسان میاد است.
یک انسان افتارش به سبب شما همون صحابه رسول خدا ما همون یک نوع خلما باشد خلما روزه بکیم کو دیتا نیست کو گفتن در رسول کنید کلام انسان یک روزدار با یک خود شیر تیادم روزدار با یک خود آب تیادم روزدار با یک پر خلما تیادم الله با انسان از همه منزل نصیبتان میکنه اگه باید سیر کرده انسان سبب باشه الله خشم دارد ماه رمضان انده آدم روزدار کردگی نفل عبادتش دیگه ماهنده مقامی فرض نمیداشته است برکت نماز نفل خانه بگری دیگه ماهنده برکت نماز فرض خواندگی باید ثواب بگیریم اگر 10 رکعت نماز نفل خانه بگری دیگه ماهنده 10 رکعت نماز فرض خواندگی باید یا که انشاءالله نصیب ندگری 20 رکعت نماز تراویح هنده ملال ناورانده قیامش یا شکل مگری دارم که 20 رکعت نماز فرضه با ختم قرآن خواندگی با انشاءالله ثواب بگیریم نفل با فرض با 70 زیاده اینه یک انسان آدم روزدار روزانده کردگی هر یک عمل فرضش با 70 زیاده ثواب میگیرد است. ثواب یک آدم در خانهش یک تا نماز رشت تنها خواند یک درجه ثواب برد همون درجه اگر در مسجد باشه دیگری 25 27 درجه اگر رمضان باشه دیگری در در خانهش 70 باشه دیگری مسکنگه ضرب نیده 70 25 ضرب نیده دیگری چه میشه دیگه روزدار انسان فقط خدا خورفتن نیو جماعت هم بازم و انسان با باشد اخشی باشد یکم 70 کرد در خانه خانه رمون یکم 70 میشنده ما 25 مستحق باز ضرب زده در مسجد جماعت که عبادت کنم مفتگی بنده های الله با این چیز خوشخبر دید اصلا بگم که دوامش نده الله خدا به انسان با خالص افطار کننده نصیب کنند یعنی خالص افطار کنند برای الله شده الله حرمتی همون یک انسان به افطار کنندگیش با روز قیامت از حوض کوثر یک پت آب خدا منصب میکرده است دیگه یک امر تشنگیه و انسان تا روز حسابت حس نمیکرده است این دنیا در خدا ما روزه داشتگی ما زیاده بازم یک انسان دیگه روزه داد و یک پت آب داد و افطارش و سبب شوی مگری انشاءالله ما همه تشنگی شد روزنده الله تشنگی رحمتش است دوام هستنده الله از روزدار از ثوابش کم نمیکند این انسان و انسان خدمت کردگیش و ثواب باید کم نمیشد که پیغمبر خدا از نام الله جواب داد دیمه روزه داشته ما برای خدا ما الله امه عمل مومن است همون یک انسان ما و یک تا نم بر خلما یا یک آب دادگی شدی همون حال گفتگی ما بعده و انسان انشاءالله میشه است جنت اندر یک تا در خاص است این جنت طبقه بلندش فقط شده یک تا در حقی از وی فقط همون انسان هم دارد ریان گفتگی دارد از ریان فقط روزدار هم دارد او خیلی روزدار در مشنبه است پشته میشن و توزه قیمت آن درشان میشه است همون از در جنت ریان الله در آمدن نصیب کند صلی حدیث اندر رسول میگه که من یسر علی محسن یسر الله تعالی علیه فی الدنیا و الاخره این فقط ماه یک خدا مشقت دیده اگر یک انسان رسول میگه که همین ماه هنده دیگه یک مشقت کشیدگی مشقت شا
الله زیاده کنه دگری و انسان مشقت بداره دگری الله و انسان ما آن روز قیامت هم ده و از این دنیا هم نصیبه میگیرد الله و انسان از مشقت هاش میبدارد دیگر ماهان ده یک انسان مشقتش بداره مگری یک ثواب گره مگری یا 10 ثواب گره مگری این ماهنده 700 بدگیش فراموش نکردن محبوب است این ماهنگی هر ثواب یکتش از همین از گردن دوست ها ما از گردن همون مشقت دیدگاه ها از گردن همون انسان هایی که درونشون مشقت هست از همون وزنیه سبک کردن و الله ما توفیق دهد روا بیادگاری دیمک دونیم که ما در نزد الله هم دنیا هم آخرت میسر یعنی الله ما سبکی میتیم گفتگی وعده خدا نه خدا وعده کردگی منزل نه انشاءالله میشدی و همین فقط از خدا خورفتن دیگرش هم دیگیش فراموش نکن روزه هم گفته سهل خدا خورفته یک بچه با خدا خونده بزن خورفته از سهر تا بگونه مبین ناموسمون فقط خوب شدنش این صفتی روزداری و نقصان نرساندم لیکن همین فرصتی ثواب کسب کردگی ما با کارهای بهده با کارهای همخیل بهده به معنی که قیمت پلکتی ارزان ثواب گتنا خودم و روان بینم دومی صحبت الموند اگه سوال ها مدارد یکتاش همین خیلی مونده های وقت های میگن نگرد ما رمضان شده داری افتارا با وقتر کشوی ثوابش بلندتر میشه نمیان همین چقدر نه نماز با وقتش فرض بدگی باید روزه هم وقتش هست از صبح صادق تا فرونگه آفتاب انسان نخودن نآشامیدن و با شهوت عالی مشغول نشدنش فرض میشه پیشتر کشادگری و انسان قصدن کشادگری 61 روز قضاش نمیکرد نفهمیده کشادگری یک روزش یک روز داشته میکرد و همین انشاءالله شما تقریبا دادم در مشهد دوستان دیگه مشهد ها تقسیم کردم همون تقریب برادرم و سبب انسان های همون خیلی احتیاطشون نگیتیم دیگه ماهان در تیم ده دیگه ماهان در ما تاشتن بابت تاشتن نماز میخونیم میگیم ماه رمضان اومده وقتا ده ما فراوان نیم میگیم همون مکتب خواندگی ما گیوگرافی خواندگیم زمین بلند و پاسیف نسبتا آفتاب با وقت و بیوقتش شد برای همین احتیاط جهت نه سوخه نه حساب رشتان حقوقا بیو نه حساب تاشتان نکده میانش رو کده تخریب رو وردم همون تخریب رو انشاءالله تقسیم قسمم و بودم هفتگی هم تقسیم میکنم همه با نسبتا کار برای مگری شاید که الله همون احتیاط رو قبول کند لیکن از بر وقت شدن احتیاط شدید همون گفت زدگی انسان ها یا حقیقتا نفسشان بزرگش نرسگی پرخورا یا که ایمانشان اسلامشان دیگه درجه در انسان ها روزی داشتگیش ایمانش اسلامش حد خدا و انسان ها دیگه درجه باشه دیگری خشوار حفظه میگرد پیشنهایی خیلی میکردن ما پیشنهایی این خیلی با داغ کتی داغالی نکنیم از ما دیده تقواهاشون بلند بود از ما دیده اخلاصشون بلند بود همون 92 مدرسه این زور خوخان نمیخوندم مدرسه ده آدم ها احمیده نمازی ما خوخان میرفت آنها ها حقیقی مخلص انسان ها بودن چشم هاشون بیگانه زنک و نمیغرده مرد ها بود چشم هاشون بیگانه و نمیغرده زن های هم بود افسوس که بیگانه اولاد نسل نگری
بابيونه كتي بين مال حاصل بابيونه كتي إن دودان خونام إن خهار خونام إن همكورام إن إنجام متا تقومو أحمد رجع في دولة أمة وارهمين بتواص دربوري تاريخ كذا وقتنا دودهم وبوهم هم حين ما فعلوا متا خطوه وإنسان هو تنقل أحمد ما بقول يقول بجون نا أحمد خالد من الشيء نقولي أزلا شو إنسان هو قلنا شو قلنا مش نقولي بلکه انسان ها همون قبلا همون کردی خطاهاشون بیارشه خوب بودن بلکه انسان ها از همون خطاهاشون توبه کردن از دیگه با انسان های گناه کار نکنن ولی هم انسان ها این خیر علت های از زبان ما گم کنن. انشاءالله امروز سنه 8 مارس روزی بازار 10 مارس دگری 10 مارس بعد اختار خواندن تراویح يكون تراویح هم إن شاء الله دحم مارس میشه این دینا مجلسنده مفتی ایران کردن اما فلکیات شناسین مهم یا مفتگی متخصص های تکلیفشون بینان رمضان دیمت از دوشنبه سر شدنش اعلان شد یکم روزی تراویح هم ان شاء الله یا 25 روزی یکشنبه ان شاء الله خوانده میشه صبح خونده 9 مسجد ختم قرآن کرده میشه دیگه شنبه اصحاب کار نرسیدنش کارهای رخصت داده نرسیدنش دوتا شنبه سوی فقط تراویح خشم نمیشه ان شاء الله ما هم نصیب کرده کارها ان شاء الله میلیون روز بازار ان شاء الله حرکت میکنیم 27 روز تو همون شب قدر برده شب قدر مثلا در وسط کده تو باید روزش را یک بارگی خونده یک ساعت 15 متنده انشاءالله تراویح ختم کرده تمام کرده براندن و حرکت میکنیم چونکه روزها برابر هوای بهار بیرون انسان ها موندگی به شکل نکشیدن و همون در این مشهد انسان ها هم همه خیلی بلان آمدنش را انشاءالله حرکت میکنیم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. إله پروردگارا سید العیوم مقدمین و مهم بارکن دعا میکنیم پروردگارا دعاها می اجابت کنی پروردگارا کردگان مرحومیا دفتر ثواب من استماع فرض خاط توفیق دهی یک چند ماه روزها باز یک چند برادر ما همین نماز خانه و آبی طهارت کرد که گفته طهارت خانه برایمون کسیان الله همه انسان هایان کرده خیرشون کرده کارشون قبول کنند. 2 هفته باز همون خیلی صندوق خیر کشادن یک چند انسان ها غایبانه حاضرانه احترام ها کردن پروردگارا همه انسان هایان احترامشون قبول کنی صاحبان سرشون کنی تا روز قیامت از مشتهم و عظام اقامت جماعت نکنی همون جماعت تا تنمونده جوان های با جماعت عبادت کنی فرد توفیق دهی وصلى الله على خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.